یه حوزه تمدنی بزرگ هستیم که اسمش ایران بزرگ است. خب قرن 19 که ما جمهوری اسلامی ایران نداشتیم، ما قرن 19 ایران داشتیم، ما در قرن 18 ایران داشتیم، در قرن 17 ایران داشتیم. مسئله افغانستان در قرن 19 زمانی که اسم گذاشتن برای اینکه حوزه تمدنی رو تیکه تیکه بکنن. کاری که الان آمریکایی‌ها دارن همین حالم دارن میکنن. در منطقه دنبال تجزیه هستن. میخوان تو ایران تجزیه بکنن، الان میخوان بخش دیگری برای جنبش تحفظ پشتونها حمایت بکنن که اونجا پاکستان به عنوان کشور همسایه گرفتار تجزیه بشود. در قلمروهای پامیر دنبال تجزیه هستند. این حوزه تمدنی افغانستان نیست، این حوزه ایران بزرگ است، این حوزه خراسان است. نام افغانستان هم که شما ماندین یک نام استعماری جالس خودتان گذاشتید. خراسان یعنی پشتون، یعنی تاجیک، یعنی ازبک، یعنی ترکمن. شاخص این تمدن زبان فارسی است. برای ما استعمار مرزا کشیده. همین انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها کوشش دارن که زبان انگلیسی را جایگزین بکنن و زبان فارسی را از دست بیرون برن. مگر پول سمبل ملی کشور نیست؟ مگر پرچم سمبل ملی کشور نیست؟ اون کجاست زبان فارسی در این سمبل ها؟ میخوان بگن که زبان فارسی یک زبان و زبان دری زبان دیگه ای هست، جو اختلاف ایجاد بکنن، تکه تکه بکنن و ما را نفی بکنن در زمینه هویتی هم تا نقش هژمونی که زبان انگلیسی به عنوان زبان برتر یک قدرت اشغالگر بر سرتاسر این منطقه مستولی بشود. کدام زبان بیشتر زبان فارسی میتواند از کیان و از هویت این حوزه تمدن دفاع بکنه؟ کی میتواند جای فردوسی را بگیره؟ کی میتواند جای مولانا را بگیره؟ خب اینا میخوان نفی بکنن. و آمریکایی‌ها و انگلیسان نوک حمله را گذاشتن روی زبان فارسی. ما هم نوک حمله را گذاشتیم در دفاع از هویت.